You ready? If no one clicks on the video, They don't want. The point of a thumbnail is to create a journey from the thumbnail to even the High quality images are crucial. and add some intrigue and make people want to know what happens next. Doesn't make any sense. We need to make better thumbnails. سلام، من محمد مهدی هستم و اینجا گروه لومینو آرت هست. ما یک گروه طراحی تامنیل هستیم. وظیفمون اینه که تامنیل به صورت حرفه‌ای آماده در اختیار شما قرار بدیم. ما می‌خوایم چند تا از دغدغه‌های شما رو کم کنیم. یکیش اینه که دیگه شما دغدغه‌ای برای ساخت تامنیل ندارید، لازم نیست زمان زیادی بذارید. دومیش که به شدت مهمه، دیگه لازم نیست برنامه‌ای مثل فتوشاپ و وقت زیادی بذارید براش تا بخواید یاد بگیرید. این امکاناتیه که میتونه این گروه به شما بده. ما دو دسته تامنیل میزنیم. یکی اینکه تامنیل آماده است، یعنی ما یه سری تامنیل رو داخل گروه کانال تلگرامیمون میذاریم، شما دونه دونه میایید انتخاب میکنید، قیمت مشخص، رنگ مشخص، چینش مشخص، فقط چند تا از اکتای شما رو داخل اون قرار میدید. دومی حالت تامنیل به صورت خیلی حرفه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میایم هم رنگ، ساختار، تایپوگرافی، یعنی منظور به اینه که تکسی که داخل تامنیل استفاده میشه و همینطور اگر صورت شما نیاز به روتوش داره، اون روتوش هم انجام داده میشه و به صورت کاملا حرفه‌ای در اختیار شما قرار داده میشه. شما به ما تامنیل درخواست میدید و به شما تحویلش میدیم. خب ببینید این بازه گرفتن دادن چقدر کمه. در رابطه با قیمت ما اینجا دو حالت داریم. داخل گروهمون یک سری تامنیل‌های آماده قرار داده شده. خب این تامنیل‌ها قیمت دارن و کاملا مشخصن. میریم سراغ تامنیل‌های حرفه‌ای. تامنیل‌های حرفه‌ای بسته به نوع درخواست شما داره. ممکنه درخواست شما در مدت 1 ساعت انجام بشه. خب نسبت به نوع ساختار، رنگ و زمان ما قیمت دهی می‌کنیم. تامنیل حرفه‌ای بسته به پروژه شما داره. خب بسته به پروژه شما چیست؟ یعنی اینکه مثلا پروژه اگر سنگین باشه زمان زیادی میبره، خب پس قیمتش هم متفاوته. اگر پروژه سبک باشه، خب زمان کمتری هم میبره. حالا بریم سراغ یه آپشنی که ما قرار دادیم برای تامنیل‌های حرفه‌ای. ما میتونیم فایل رو به صورت لایه باز بفرستیم که بتونید اگر خواستید چیزی یا کاری روش انجام بدید موقع آپلود. موقعی که این کار انجام میدیم فقط یکم قیمت متفاوت میشه. تمام توضیحاتی که داخل این ویدیو دادم کافیه. اگر میخواید از گروه ما دیدن کنید، یه سر به کپشنی که زیر ویدیو میذارم بزنید.